حلالم کن. مامان ملک. بله پسرم. خب شد مدرسه تعطیل شد مگه نه مامان ملک؟ چند روز دیگه دلت واسه مدرسه تنگ میشه. خب دیگه بیا بشین سر میز تا منم عمو مرادتو صدا کنم. چشم. صبح بخیر. صبح بخیر مادر. من چند دقیقه دیگه با افه میرم. آخه واسه چند تا ده بازارچه خیریه گذاشتن. قراره بریم اونجا. خیلی زودتر بیا صبحانه‌تو بخور. چشم الان میام. پسرم کجا؟ میخوام برم گوزلجه. گوزلجه دیگه کجاست؟ گوزلجه زادگاه منه. این دیگه از کجا به فکرت رسید مراد؟ این دفعه کارم سخته، خیلی سخت. پسرم مرادم چی کار کردی؟ تمام پولی رو که برای ساختن پل جمع آوری کرده بودم از صندوق ده دزدیدم. زمستونی بود که پدر بزرگم فوت کرده بود 6 سال پیش. راه ارتباطی بین دو طرف دره ده نبود. روستایی‌ها خودشون یه چیزی شبیه تلکابین درست کرده بودن. با اون میرفتن مدرسه، مریضا، پیرا، حتی مرده ها هم با اون میبردن. خیلی سخت بود، خصوصا زمستون خیلی سخت‌تر میشد. بعدش شنیدیم اهالی ده برای درست کردن پل مبلغ زیادی پول جمع آوری کردن. چیزی به شروع پل سازی نمونده بود. تمام پول تو صندوق ده تو اتاقکی کت خدا بود. همه اهالی روستای 150 نفری همدیگر رو خوب میشناختن. اول اومدم شهر، بعدش بدون اینکه کسی متوجه بشه برگشتم ده. تمام پولا رو دزدیدم و بعدش هم جیم شدم. مراد کم پیدایی؟ باز کجا رفته بودی؟ از جلو در برو کنار سونا. ای بابا اول صبحی حوصله سر کله زدم با تو رو ندارم. صبح بخیر روز ابراهیم. خوش اومدی مراد. از صبح تا حالا داریم دنبال تو میگردیم. صبر کن ببینم همه پول میخوای چی کار؟ اون درآمد تمام هفته است. لعنت بر شیطون، آخه به تو چه ربطی داره سانا؟ چرا دخالت میکنی؟ صبح یه مرد کت شلواری که به نظر نمیومد اهل اینجا باشه اومده بود سراغ تو رو میگرفت. کی بود؟ اینهاش کارتش اینجاست. منتظر شدیم بیای ولی کوتاه بیای. احمد آکار نمیشناسم. خب زنگ بزن زود باش. بعدن زنگ میزنم. اوس ابراهیم من رفتم، ممکنه یکی دو روزی نیام. فعلا خداحافظ. مراد حتما بهش زنگ بزن. شاید میخواد سفارشی بده، شاید کاری باهات داره. هی مراد حداقل بپرسم این طرف کارش چیه.
تو. خدایا شکرت. پلو ساختن، تونستن بسازن. انشالله اگه خدا بخواد یکی دیگه از نیازشون رو برآورده میکنیم. با وجود اشتباهی که من مرتکب شدم اونا مشکلشون حل شده. خدایا شکرت. خواهر چی شده؟ تو کی هستی؟ آیشه من مرادم، نوه پدر بزرگ یعقوب. مشکلی پیش اومده؟ ساری جاها فرستادنت ها؟ از سر رام برو کنار. نمیتونین من از بچم جدا کنی. زود باش برو کنار، برو کنار. آیشه پسرمو ول کن. نمیتونی پسرم از من بگیری، کمال گناهه. میدونی چند وقته که حسرت این زن بچه‌مو دارم. خواستم کلفتو بردت بشم ولی ما رو از هم جدا نکن. اینو به پدرت که همه چیزته بگو. وقتی دزدی میکرد گناه نبود؟ چرا ول کن؟ ول کن. نمیکنم. به خاطر پدرت آبروم رفت. مادرم محو شد. بس نبود. زندگیمو به نابودی کشوندین، بس نبود. بچه‌مو از دستم گرفتین، بس نبود. دیگه چی از جونم میخواین؟ بس دیگه. تو بده آیشه. ول کن. نزدیک نشو وگرنه خودمو میرسم پایین. حسابی زده به سرت. تو نه مادر مهربونی هستی نه همسر عاقلی. چی کار داری میکنی؟ نکن. بگیر. چی کار داری میکنی؟ به خودت بیا. کاری به اون نداشته باش. خود خالت نکن. اومده میخواد بچه رو بدزده. برو پی کارت. برو. پسرم ایگید. پاشو خواهر، پاشو ببرمت خونه. پاشو. حدود 6 سال پیش پول اهالی ده تو اتاق پدرم بود. فقط پدرم کلیدشو داشت. ولی شبی که من ایگیتو به دنیا آوردم پول گم شد. کمال چشمت روشن کمال، صاحب یه پسر شدی. کت خدا کجایی؟ کت خدا صاحب نوه شدی. ای بابا الان اینجا بود. کجا رفت؟ چشمت روشن مبارک بشه. تشکر. ممنونم.
پدرم هر چقدر گفت که اون شب رفته بود سر خاک مادرم، اونا باور نکردن و گفتن اون پولا رو دزدیده. همسر عزیزم، کاش زنده بودی و میتونستی نوامونو ببینی، بغلش کنی و اولین گریه‌شو بشنوی. کاش میتونستی اولین لبخندشو ببینی. مشکل از اونجا شروع شد که عمو داوود که تو انتخابات کت خدایی مغلوب پدرم شده بود علیه‌مون شهادت دروغ داد. اون شب اسمت رو تو دفتر دهیاری دیدم، تو اتاق بود، با خیال راحت داشت پورا رو توی صندوق ور می داشت. تازه بعدش اومد خونه منو طلاهای منو دزدید. دروغه، افتراه. یعنی چی که دروغه؟ ببینم چرا وقتی 90 دنیا اومد اونجا نبودی؟ دوستان اون نبود، شما که یادتونه. یادت وقتی بهت گفتم بیا زودتر کار رو تموم کنیم، پول آماده است، مهندس حاضره، معمار حاضره، تو چی گفتی؟ نگفتی صبر کنیم؟ ها؟ ما رو دست به سر کردی. جات خدا دزدی کرده، پورا رو دزدیده، طلاهای زن منو دزدیده. همتون خونه هاتون رو گشتین ببینین چی کمه ها؟ گشتین؟ اون کت خدایی که اینقدر بهش اعتماد کردین دوز از آب در اومد. دوز. آره همه جا را گشتن. طلاهای عمو داوود و پولایی که از صندوق ده دزدیده شده بودن هیچ کدوم نبود. بعدش عمو داوود گفت من طلاها رو پنهان کردم، پولا رو خرج خونه کردیم و طلاها رو من مخفی کردم. اینجا چیزی نیست. پیدا کردم. تو بخچم طلاهای زن عمو داوود پیدا شد. منو بردن انداختن جلوی خونه پدرم. پسرم هم از دستم گرفتن. چند ساله که حسرت دیدن پسرم رو میخورم. نمیدونم چرا اینطوری شد. از جون ما چی میخواستن؟ اگه بدونم اون بی‌وجدان کیه، اون شیطان کیه، اون بی‌غیرت کیه. آخ اگه گیرش بیارم، اگه گیرش بیارم. دخترم عزیزم، باز رفتی ده؟ برادر اسمت، منو یادت میاد؟ مراد هستم، مرادیال نیست. یادم اومد. آره خیره، چه عجب از این طرفا. اگه اجازه بدی میخوام یه مطلبی رو به شما بگم. باشه بفرما تو. بگو ببینم چی میخوای بگی. برادر اسمت، من اومدم ازتون طلب حلالیت کنم. چه حلالیتی؟ من دزدیدم. اون پولی رو که از صندوق ده دزدیده شده بود من دزدیدم، ولی از طلاها خبر ندارم. یه کاسه زیر نیم کاسه است، اما گناه پولایی که از صندوق برداشته شده بود گردن منه. حاضرم برای اینکه منو ببخشین هر کاری بکنم، هر کاری که بخواین. بگین بمیر میمیرم، بگین چی کار باید بکنم تو منو ببخشین. یه راهی نشونم بده، یه چاره‌ای بکن. با این بار سنگین نمیتونم تو اون دنیا جواب بدم. بابتش هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه حاضرم بدم. تو راه چاره‌ای نداری مراد. بالاخره دولتون پلو ساخت، ولی
تمام ده دچاره نفرت شدن. همشون با هم به من افترا زدن. تو باعث شدی تمام ده مرتکب گناه بشه. اگه اشکات بریزه و سیل بشه بازم نمیتونه یه قطره از اشکی بشه که ما ریختیم. عایشه وایسا دخترم، وایسا دخترم. برو مراد، برو دیگه هم اینجا نیا. خدایا کمک کنی، راهی نشون بده. بالاخره باید حقیقت روشن بشه. اوستا ابراهیم، آقا داره میاد. آقا احمد، اسمت رو درست گفتم دیگه نه؟ آقا احمد، راستش من به اون گفتم ولی اون شما رو نشناخت، گذاشت رفت، مثل اینکه خیلی کار داشت. به من بگو جوان، مراد مغازه رو سپرده به من. ببخشید متوجه نشدم، مغازه کیو به کی سپرده؟ مغازه مرادو. مثل که اشتباهی شده، این مغازه برای منه. مگه میشه جوان؟ این مغازه مال آقا ممتاز بود، اونم بعد از فوتش اینجا رو به مراد داد. به عنوان نوه آقا ممتاز وارث قانونی ایشون منم. بفرمایید. این چه برگه ایه؟ برگه داله بر این که وارث قانونی آقا ممتاز هستم. یعنی چی؟ چه برگه ای؟ اینجا مال مراده. از اینجا برو بیرون، زود باش دیگه، برو. مهم نیست، اون برگه فتوکپی بود. معلوم شد باید با پلیس بیام اینجا. فعلا خداحافظ. مراد کجایی؟ عایشه تویی؟ بدبختم کردی، زندگیمو داغون کردی.
خیلی خوب قبوله، میدونم. برای همین اومدم ازتون عذرخواهی کنم. فکر کردی با یه عذرخواهی همه چی تموم میشه؟ نمیشه. خب میخوای چی کار کنم؟ بگو، هر کاری بگی انجام میدم. سوار شو، میریم دهو، تو همه چی رو میگی. خدا رو شکر. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرما همشری، بفرما. چطوری؟ کی هستی؟ من تو رو میشناسم. تو نوه آقا یعقوب نیستی؟ درسته. اومده بودی تشییع جنازه با بزرگه؟ بله درسته. خیلی خوب، حالا بگو چی میخوای؟ 6 سال پیش یه سرقتی شده بود. درسته. بابای این زن طلاهای آقا داوود رو دزدیده بود. جریان اونطوری که فکر میکنی نبود. یعنی چی که نبود؟ نکنه باز آقا اسمت یه نقشه جدید کشیده؟ این زن برای چی اومده اینجا؟ ببینین نقشه‌ای در کار نیست. مسائل اونطوری که فکر میکنین نیست. اگه برفام گوش کنین همه چی بهتون میگم. بعد چی دادن ها؟ چی؟ برای شهادت دروغ چی گرفتی؟ چی نگرفتم. شهادت دروغم نمیدم. کت خدا کوچکترین گناهی تو این جریان نداره. همش کار ایگیز پسرم. این باز چش شده. میخواستی چی بشه دایی نظمی؟ دیوونه است دیگه. دیوونه که بهونه نمیخواد. بریم ببینیم چی کار میکنه. آره بریم. بیان. پسرم بلش کن. ایگیز پسرم. ایگیز پسرم، خواهش میکنم پسرمو نبرین. تو رو خدا پسرمو نبرین. ایگیز پسرم. کمال خواهش میکنم پسرمو بهم بدین. خواهش میکنم. این زن دیگه حسابی قاطی کرده. مگه میتونه پسرش از دست کمال بگیره؟ اون که داره دوباره ازدواج میکنه. الان هم دارن میرن خواستگاری دختر آقا داوود. بفرمایین خوش اومدی کمال پسرم. میدونم نباید این اتفاق میافتاد. من معذرت میخوام. اشکالی نداره دیگه، به دیوونه بازیای اون عادت کردیم. بفرمایین تو، خوش اومدین. بفرمایید. بیا خواهر، بس دیگه، خودتون ناراحت نکن. بیا بریم. بیا. پسرم. این یارو دیگه کیه؟ از کجا پیدا شد؟ قراره با دختر داوود ازدواج کنه؟ آره، داشتن یه چیزایی میگفتن، مثل که میرفتن خواستگاری. اونا میخوان با این کار نذارن دیگه هیچ وقت بتونم پسرمو ببینم. میخوان منو از بین ببرن. اینطوری فکر نکن، انشالله همه چیز درست میشه. تو دیگه ساکت شو، نمیخواد به من درس بدی. زود باش نگهدار، گفتم نگهدار، پیاده میشم. آیشه خواهر بایسا. دنبالم نیا. مجبورم بیام، باید کاری کنم منو ببخشی. خواهش میکنم بهم یه فرصت بده. پس پسرمو برام بیار. چی؟ باید پسرمو بدزدی و بیاری پیشم، وگرنه حلالت نمیکنم. چرا حرف نمیزنین؟ چرا عمو مراد نیومده؟ تو دیگه چیزی نگو. وقتی را بردی بچه؟ اوستا ابراهیم چی کار کنیم؟ صبر میکنیم دخترم، آروم باشین. سلام ملک خانم، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر آقا قاسم. مثل اینکه مراد هنوز نیومده نه؟ الان میاد. عمو مراد از ده پول دزدیده، از صندوق مغازه پول برداشته تا
آقا ابراهیم، مثل اینکه آقا احمد قبلا بهتون اطلاع دادن. اوراق آوردن. میدونید خیلی روشنه. دلایل و مدارکی که آقا ارائه دادن از طرف دادگاه هم تایید شده. قانونا ایشون تنها صاحب مغازه هستن. برای همین با اجازهتون مغازه رو تخلیه میکنه. تو که به اینجا احتیاجی نداری، درسته؟ پس برای چی اینجا رو میخوای زورگو؟ دخترم ساکت شو. اشکالی نداره، نگران نباشین. یه مجتمع خدماتی رفاهی اینجا تأسیس میکنیم. برای محله و همسایه‌ها خیلی بهتره. مجتمع نمیخوایم. دخترم بهت گفتم ساکت شو. به هر حال بهتره وقت رو تلف نکنیم. صبر میکردیم تا مراد بیاد. لزومی نداره صبر کنیم، بیادم دیگه فرقی نمیکنه. جناب کمیسر خواهش میکنم اقدامات لازم انجام بدیم. بفرمایید تخلیه کنید. میخوای چی کار کنی؟ میخوای واسه درست کردن یه کار خلاف مرتکب یه خلاف دیگه بشی؟ سلام، اسمت چیه؟ ایگیت؟ بله. داری چی کار میکنی؟ بازی میکنم. به تو چه ربطی داره؟ اینجا چی کار میکنی؟ نکنه میخوای به بچه چیزی بگی؟ چه نقشه ای توی سرته؟ نه جونم، چه نقشه ای؟ چه کلکی؟ دردت چیه؟ بهم بگو تا بدونم. میخواستم بگم ولی خب حالا رو بگو. اینه ببینم تو نوه آقای یعقوبی، مثل اینکه چیزی واسه گفتن داری. بله، یه چیزی هست که باید بگم. خب پس بیا تو بگو. نمیشه، بین همه میگم. چیزایی که میخوام بگم به همه اهالی ده مربوط میشه. من یه دزدم، یا بهتر بگم یه دزد بودم. سالها پیش پول شما رو هم دزدیدم. چی کار کردی؟ اونی که پول جمع آوری شده برای ساختن پل دزدید من بودم. خدا لعنتت کنه بی حیای بیشرم. بهتره بدونین که اون سرقت کار عمو اسمت نیست، اون بیگناهه. من دزدم. یعنی چی؟ اون شب که همه منتظر به دنیا آمدن ایگیت بودن من پولا رو دزدیدم. یعنی در اصل منم که باعث شدم زندگی تو از هم بپاشه. ببینم تو واقعا راست میگی؟ کی راست میگه؟ یه چیزی میپرونه. معلوم نیست اسمت اینو از کجا پیدا کرده که خودش بیگناه جلوه بده. اگه پول اون دزدیده بعد طلاها تو بخچه عایشه چی کار میکرد ها؟ برای اینکه پدر عایشه طلاها رو دزدیده و پیش دخترش مخفی کرده. حالا برداشت این یارو رو آورده و میخواد خودش بیگناه جلوه بده. ببینیم جریان طلاها رو نمیدونم ولی مطمئنا قضیه اونم یه جوری رو میشه. فقط یه لحظه فکر کنی، برای من چه فرقی میکنه که بخوام از آقا اسمت دفاع کنم یا اونو متهم کنم؟ با این اعترافی که میکنم جز نفرین شما چیز دیگه هم عاید من میشه؟ من در برابر فرفردتون مسئولم. برای همینم حاضرم هر کاری که میگین بکنم. فقط کافیه حرف من و عمو اسمت رو باور کنین. اون تو این کار هیچ گناهی نداره. از اینجا برو، زود باش برو. کسی چیزی ازت نمیخواد. برو. نمیخواد فکر مردم به هم بریزی. همه میدونن کی مجرمه. چرا وایسادی؟ برو دیگه برو. گفتم برو دیگه، واسه چی وایسادی؟ برو دیگه. برو.
این چه رفتاری بود؟ طوری حرف نزن که انگار نمیدونی. ببین کشش نده و اینا خودش میدونه. تمام سعیمو کردم، هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. دیگه چی کار میتونم بکنم خدا؟ پسرم کجاست؟ گفتم پسرم کجاست؟ نتونستم این کارو بکنم، نتونستم بدزدمش. بگو چه کار دیگه میتونم انجام بدم؟ همونطوری که پولا رو دزدیدی همونطوری هم پسرمو بدزد. اینو بدون که حلالت نمیکنم مراد. زندگی منو خراب کردی. مطمئن باش تو اون دنیا راحتت نمیذارم، قسم میخورم. چرا نمیشه؟ خدایا کجا دارم اشتباه میکنم؟ کجا؟ مراد، نمیشه برادر اسمت، حرفمو باور نمیکنن. باورشون نمیشه مراد. اینا منو باور ندارن، چه برسه به تو. حداقل تو حلالم کن برادر. چی کار کنم تا منو ببخشی؟ اگه کاری کنی که بیگناهیت ثابت بشه و اهالی ده باور کنن که من مجرم نیستم، میبخشمت. این کارو میکنم، قول میدم. سخت به نظر میاد، نمیتونی. برای چی؟ با خودت یه حسابی بکن. باید اول اعتمادشونو جلب کنی. جلب میکنم. تو اصلا نقد تو سرت نیست مراد. 225 نفر جمعیت داره. اگه برای هر کدومشونم یه روز در نظر بگیری نزدیک به 1 سال وقت لازم داری. خب دیگه برو دنبال زندگیت. افکار مردمم به هم نریز. دیگه اتفاقیه که افتاده. نمیتونی حساب 6 ساله رو 2 روزه بدی. خدا ببخشتت. نمیتونی حساب 6 ساله رو 2 روزه بدی. 225 نفر جمعیت داره. اگه برای هر کدومشونم یه روز در نظر بگیری نزدیک به 1 سال وقت لازم داره. ابراهیم سلام علیکم برادر حسام الدین. علیکم السلام مراد. استا ابراهیم نیست؟ چیزی به شما نگفته؟ تو صبحم نبودی مگه نه؟ چی شده برادر؟ مشکلی پیش اومده؟ نکنه برای یکیشون اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست مراد.
حال همه خوبه. ظاهرا این مغازه نوایی یه وارث داره. امروز اومده بود. آها اونهاش داره رد میشه. حتما اشتباهی شده.